مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 فوریه سال 2024 خبر داد که یک ساکن شهر بوستان در شمال جمهوری در حالت مستی یک پیرمرد 74 ساله را تا مردنش لطکوب کرده است. به نام اصلاح میلیسیا ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 32 ساله ساکن شهر بوستان روز 3 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 13:30 در حالت مستی با پیرمرد 74 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف در نزد خانه استقامتی از جنگ و جنجال کرده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی نام برده یک چند مرتبه به عضوهای حیاتاً مهمش زده است. در نتیجه پیرمرد در جای حادثه جان داده است. موافق خلاصه تشخیص سعودی طبی جراحت‌های برداشته جبر دیده همچون ضرر وزنی به سلامتی محسوب شده سبب مرگ او گشته است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب مناقشه این مرد با پیرمرد نشر نشده است. تنها گفته می شود که نسبت به گمان برشونده بر اساس ماده قسم 3 ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با اتهام قصداً رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی که از بی احتیاطی سبب مرگ جبر دیده شده است پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و تفتیشات ادامه دارد. خود این ساکن دستگیر شده بوستان و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی به او اکنون بر اساس قسم 2 ماده 112 از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به امور وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 مورد آدمکشی و سوء قصد به کشتار و همچنین 54 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده است. سال 2022 در جمهوری 58 کشتار و سوء قصد به آدمکشی و 131 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده بود. هرچند آمار چنین جنایت‌های وزنین یکمی رو به کاهش آورده است، ولی باز هم نگرانی کننده باقی میماند.